روزگاری یک گرگ میخواست بره ها رو شکار کنه. اینجا چند تا بره داریم؟ 5 بله. آقا گرگه شروع کن به شکار. گرگم و گله میبرم، چوپون دارم نمیذارم، دونه من تیز سره، دنده من لذیذ سره. گرگم و گله میبرم، دستشون رو ور میدارم. خب دیدیم که آقا گرگه 2 تا از بره ها رو برداشت. ما 5 تا گوسفند داشتیم. 2 تا از گوسفندا رو آقا گرگه برد. بچه همه با دستشون بدید. 5 تا بود. یه قصه رو تو ذهنمون مرور کنید. 5 تا بودن. 2 تاشون میرن. چند تا برامون باقی میمونه؟ 3 تا برامون باقی میمونه. دوباره گرگه میگه حالا تو برو بقیه‌شو نشون. خب اینجا ببینیم 3 تا بودن. خب 2 تاشون اومد برداشت. 2 تا دیگر رو ببند. آفرین 2 تاشونو برد. 1 دونه دیگه از بره ها برامون باقی موند. این آقا گرگه کلن بله آقا گرگه کلن چند تا از این بره ها رو برد؟ 4 تا از بره ها رو شکار کرد.